دانش کلید اساسی ابد زنده بودن است. کلید اساسی ابد زنده بودن دانش است. ما میمیریم، اما دانشی که میراث میمانیم به میلیون ها آدمان کمک میکنند. ترینینگ ها، کتاب ها، سمینارهایمان، این واسطه نیکی کردن است و ثوابش به من میرسد. وقتی من میمیرم، چون این حدیثی هست، وقتی میمیرم همان روز گناههایم باز میایستند، اما آنهایی که تربیت کردم بسیار کارهای نیک میکنند و به اندازه معینی از آن نیکی به من ثوابی میرسد تا روز قیامت دوام مییابد. باری یک کس از من پرسید، در تالار بر هوای ثروتمندان یکی اسبهای بهترین کلکسیون میکند، دیگری انتیقه ها را، باز دیگرها ماشین ها را، اما شما چی؟ من گفتم که چنین کارها را نمی کنم. گفت چطور میتوان گفت که شما ثروتمندید؟ گفتم آیا میدانی من حیاتم را به شاگردانم بخشیدم، من حیاتم را به آدمان بخشیدم و میتوانم به تو شاگردانی به شما را نشان دهم که همه‌شان موفقند، معنویات بلند دارند، ارزنده و بی‌بهایند. آنها در بری منند. بیش از 60 میلیونر، قریب 400,000 شاگردانی موفق دیگر که با آنها فخر میکنم. در مجموع قریب به 1,400,000 کس درس دادم. قریب 1,400,000 کس به ترینینگ های من آمدند. تصور کنید، کتاب هایم در حجم خیلی کلان به فروش رفتند. شکر خدا به من نشریه اکسما نوشت که کتاب هایتان به 10گانه سرخریدارترین کتاب های اتحاد دولت های مستقل شامل می گردد. محض در همین سمت. پس من خدا را شکر می گویم. خدا را بسیار سپاسگزارم. سبب سوم چرا من با این کار مشغولم؟ ما باید کاری کرده جریان انکشاف جمعیتمان را تیزانیم. این راه را فرزندان ما باید مثل ما با عذاب طی نکنند. باید بر وقت‌تر رشد یابند. به کشورهای غرب، اروپا، امریکا و غیره بسیار سفرها کرده دیدم که چطور بهتر زیستن ممکن است و این جریان را تیزاندن در کار. آیا با من هم فکرید که از هم زیاد 2% مردم آسیای میانه به خارج رفته در بهترین مهمانخانه ها اقامت می کنند و با مردم سطح عالی معاشرت و معاملات می کنند. تخمیناً 20%شان برای کارهای وزنین کردن می روند. رفته کارهای سیاه می کنند. او چی را یاد می گیرد اگر در بستانسرای کسی باربرداری کند؟ مگر در آنجا یگان چی را می آموزد؟ رفته خیشچینی می کند، بر می گردد، پولهای کار کردهش به آخر می رسد، باز می رود. نه همینطور. من باشم خواستم که این جریان انکشاف را تیزانم در محلهای خودمان. من چنین باوری دارم که قطره قطره زمان دریا و حتی اقیانوس می شود. من به این باور می کنم. برای همین با این کار مشغولم. این رسالت عمرم است. این مرا خوشبخت می سازد. برای همین این کارا می کنم. به زیستن فرصت یافتن در کار. از مرگ ترسیدن در کار نیست. از مرگ باید بدکاران ترسند. کسی که ایمان و اعتقاد ندارد باید ترسد. و باز کی از مرگ می ترسد؟ کسی که به زیستن فرصت نیافته است. کسی که به زیستن فرصت یافته است، مرگ از او چیزی را گرفته نمی تواند. برای همین من چنین زندگی می کنم. بعضی ها شاید هرچی گویند، اما این فکری آنهاست. فکری من باشد چنین است. خدا کند که بگذار تمام عمر نتیجه های عالی به دست بیارید. رحمت. شما الکای دستاوردهای زیاد دارید و باز هم الهی موفق شوید و در حقیقت رسالت شما عین زمان برای ساکنان آسیای میانه بسیار مبرم است. به این ذره شبهه نیست. بله. از جمله برای ازبکستان، تاجیکستان که مردمانشان نیاز به چنین دانش‌های شما دارند تا که رشد یابند. خلق‌های ما باید کادرهای بلند اختصاص شوند. بسیاری ها فکر می‌کنند که ما فکر کردن نمی‌توانیم. ما می‌توانیم تنها مهنت جسمانی کنیم، اما این خیلی نیست. نه همه چنینند. این خیلی نیست. من به این فکر هیچگاه راضی شدن نمی‌توانم. بیایید سوال سوم رو می‌دهیم. سوال سوم. حیات شما هر روز همگی 24 ساعت خواهد بود، نابسته به آن که شما 10، 40 یا 50 ساله اید. چطور ثمره بخش و سرمحصول بودن ممکن است؟ برای بیشتر کارهای ارزنده کردن انسان
انسان سست حرکت ترین که یک راه را انتخاب کرده است مهارت خود را صیقل می دهد، در همین راه می رود، از همه پیشتر به هدفش می رسد. اما فعال ترین انسانی که رها مشغول هر کار می شود در گمان است. استاد سعید مراد، شما دیروز در тренинг گفتید که اگر ما به سالهای 90 برگشته می توانستیم، در مرحله کوتاه می توانستیم خیلی موفق شویم назар ба он чи ки ҳоло дар 30-35 сол ба даст овардем. ва ман мехоҳам ба шумо чунин савол диҳам. шумо дар Европа, Россия, Ӯзбекистон, Тоҷикистон хоҳед буд. ва чун шумо дар ин кишварҳо мешавед, шумо гӯё ки миёни вақт сафар мекунед. бале, 100 сол, 200 сол. бале, 100 сол, 50 сол, 30 сол фарқият аст. яъне мо наметавонем ба солҳои 90 баргардем, вале шумо метавонед баргардед. бо назардошти ин ҳама пешрафтҳо, соли 2050 зиндагӣ масалан дар Ӯзбекистон чӣ гуна хоҳад буд? пешакӣ тасаввур карда метавонед? бале, дар минтақаҳои мо, чунки шумо ҳолати Европа, Америка, Сингапур ва умуман ҷаҳонро мебинед, медонед. бо назардошти ин ҳама, шумо ҳоло чӣ гуфта метавонед ҳамчун инсоне ки аз оянда баргаштааст? мо бояд ба чӣ аҳамият диҳем? мо бояд ба кадом самт ҳаракат кунем, то ки ватани мо низ аз пешрафтатарин кишварҳо бошад? агар гап дар бораи бизнес равад ва ё дар бораи дилхоҳ соҳаи ҳаёт, пас ман чунин мегӯям: дар дилхоҳ соҳа агар хоҳед ки чемпион бошед, дар ёд гиред. ҳар як қаҳрамон устоде дорад. дар олам дар ягон самт инсоне нест ки беустод қаҳрамон шуда бошад. дар варзиш тренер, дар дин пир доштан дар кор, устод. дар илм низ устод доштан дар кор. дар бизнес ҳам устоди бизнес дар кор аст. ман нахуст ҳаминро таъкид мекунам, барои он ки ақл устод асту дасту по шогирд. он гоҳ 30 соли умратонро сарфа мекунед. واقعا صرفه میکنید. چرا شاگردان من در 5-6 سال میلیونر شدند؟ زیرا آنچه را که من در 25 سال کاری فهمیدم، در 3 سال در کار آنها جاری کردم و آنها پیش می روند. عمر را با خطاهای مقرری گذرانیدن در کار نیست. این کار را کردن در کار نیست. شما باید خطاهای خود را داشته باشید. یعنی استاد تا این درجه رسید، شما باید از اینجا دوام دهید تا که تمدن رشد یابد. این یکم. دوم، فرزندان گروهی کاری و خود را به آینده تیار کردن در کار. تکنولوژی بودن در کار. این خیلی مهم است. استفاده تکنولوژی را یاد گرفتن در کار. وگرنه تکنولوژی همه کارهای ما را میکشد. این بسیار ضرور است. اینوواسیا یا تکنولوژی ها را آموخته استفاده کردن در کار. تنبلی کردن در کار نیست. این خیلی گفتن خطا است. من صاحب همه چی شدم، همه چی را فهمیدم. خواندن در کار نیست. نه، همیشه شاگرد بودن در کار. و سوم، اول باید سلامتی را احتیاط کرد. همیشه در جای اول سلامتی را ماندن در کار. دانستن اولویت خیلی مهم است. در جای دوم اهل عائله را ماندن در کار. سوم بیزنس، چهارم کارهای اجتماعی. نه همین را ویران کردن در کار نیست. باید رعایت کرد. در یاد گیرید حال فرزندانتان خوب می شود اگر شما سالم باشید. در یاد گیرید اگر شما خندید همه عالم می خندد. اگر گریه کنید تنها می گریید. شما در عالم کسی را نمی یابید تا بیماریتان را به او دهید و یا موقتا به اجاره دهید. هیچ کس این را کردن نمی خواهد. برای همین وقت سلامتی گم شود، شوق و هوس نیز گم می شود. پس سلامتی را جدی احتیاط کردن در کار و طور جدی نظارت کردن در کار. اگر همین چیزها را ما فهمیم، دستاوردهای ما فراوان می شود. تشکری زیاد برای چنین صحبتی پرمحتوا، عبرت‌آمیز. تشکر. رحمت که در برنامه ما اشتراک کردید. نمی ارزد. فکر میکنم بینندگان ما برای خود یک جهان معنی گرفتند. امیدواریم که باز با شما مصاحبه میکنیم. تشکر. شما را در تاشکند در ازبکستان منتظر میشویم. تشکر. صاحبکاران ما عین زمان با دانش‌های شما، با تجربه‌های شما بسیار نیاز دارند. خدا به شما قوت و نیرو، امکانیت‌های فراختر، عمری دراز دهد تا که همه دانش و ملکه‌هایتان را
ба бизнесменҳои ҷавон расонда тавонед. молодежь. бинандагону шунавандагони азиз, чунин инсоне шавед ки орзу мекунед. котором мечтаете. яъне В той дар ҳамон ҷамъияте ки орзу мекунед инкишоф ёфта бошад, пешрафтаву пешқадам бошад, худатон чунин инсон шавед. самим станьте таким человеком. дар ҷамъият инсони намунавӣ ва муваффақ гардед ва тадриҷан муҳитатон тағйир меёбад. ба шумо комёбиҳо мехоҳам. то боздид. Ташаккур.